آخه نمیدونید شما من نمیدونم کدوماتون وضع مالیتون چجوریه، اما آپارتمان نشینی برای ما شده در سر. تو همون داشتم واسه خودم میخوندم. آخه آقایان فکر میکنن همون که میرن خیلی صداشون خوب میشه، میزنه زیر آواز یا خانمشم خوش شده زهر ما نمیتونه تو همون کنه، فکر میکنه تو همون صداش میگی چه قشنگ میشه. مشغول بودم واسه خودم میخوندم که دیدم مادرم ده سطر همون دو پسرم دختر همسایه بالای اومده میگه که ما از آهنگوی داریوش خوشمون نمیاد یگانه بخون برام. چیکار میخواستم بگم آخه دلشو بشکنم، خیلی دل شکستن که هنر نمیباشه. تا زبانی دلی به دست آورد. دیدی که محسن یگانه گفت سکوت قلب تو من نمیشکنم بشکنه من نمیشکنم ببرمین بالا به موقع بعد نگذرده محسن چه اصراری به شکستن دارد. اما دل موجود عجیبیه، شکستش هم کار میکنه. در دنیایی که ما زندگی میکنیم هر چیزی که میشکنه از قیمت میفته الا دل که وقتی میشکنه تازه قیمتی میشه. یه جا من میخوندم نوشته بود تأثیر جمله این مکان مجهز به دوربین مداربسته است به مراتب بیشتر از جمله اینی که عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکن. چه کار باید بکنیم؟ اما میبینیم باز هم خدا ما رو دوست داره. خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانی که سکوت مرگ می‌دزدد نگاهت را انقدر ترس تمام وجود به فرا گرفته جرأت نمی‌کنی اطراف نگاه کنی در دل تاریکی صحرا. زمانی که سکوت مرگ می‌دزدد نگاهت را کسی آرام می‌گوید که من هستم ای تنها و دل آرام می‌گیرد. علا به ذکر الله تطمئن. برای خدا که دوستمون داره یه دسته بشه. این محسن یگانه محسن چاوشی محسن مندلیوف من اسم حسن یه میم فقط کم داره به اندازه یه میم از محسن عرب البته اینو گفته نمونه موهای اون خیلی لخت و بلند که من شنیدم که جلک نیستادم بزنه که به بحر بزنه. اما محسن چاوشی من یادمه اصلا خواننده هایی مثل محسن چاوشی و یگانه با هم میخوندن بعد از هم جدا شدن شبیه عمدی و کبوس. اما اگر یگانه و چاوشی از هم جدا شدن چون بچه دار نمیشدن خنده نداره. خود من سالها بود که فکر میکردم کامران هومن زن و شوهرم، بعد فهمیدم که خواهرم. چاوشی صداش خسته است، یه خشم خاصی تو صداش هست، خراشیده است. این صدای عجیبیه. اگه بتونی خودت یه تقویتش کنی به صدا جیپسی کینگ هم نزدیک میشه. انگاری که صبح ناشتا میکنه نمیدونم به قد طبیعی شب دونم دارم میبندم با یه حسگانه از گوشیام با همین صدای خسته آهنگای متفاوت. 3 سال قبل عمود برنامه‌ای خوند من در شگفتی فرو رفتم که چطور ممکنه آیا با صدای خسته هم میشه بندری شد؟ تحصیل بندری آمادم؟ آوالا گفته بودی که تو را دوست ندارم، افتاد چه بگویم به چه طرزی دل جانم میسوزی. عشق این شکره که دام در رابطه ها اون رابطه ای که با نگاه آغاز میشه با شناخت نسبت به هم دیگه سوستر و سوستر میشه. اما اون رابطه ای که با شناخت آغاز میشه با هر نگاه عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، روز به روز از قبل بیشتر دوستش دارم. لذا تفاوتی هست بین عشق و دوست داشتن، چرا که عشق انسان رو داغ میکنه اما دوست داشتن انسان رو پخته میکنه. هر داغی یه روزی سرد
میشه، اما هیچ پخته دیگه هرگز خام نمیشه. بر اونی که از صمیم قلب دوستش داری دست هاش کنه. میدان جشن